مثلا ما باور نمیکردیم که هم از ما خوشی بیاد و همچون قصه گفت دیگه خودی رو فالو کردیم یک چند دوستی شد. اگر ما خود عادت ندارم مثلا زیاد نفر رو فالو کنم، من رفیقای کوم کسایی را که میشناسم و نمار فالو بازی که در جمع ناشناخته بود دیگه این فالو کردیم یک روز دو روز سه ماه روز مرم سه فکر نمید یک روز پس ایران فالو کردم. من فالو کردم باز از نو فالو کردم. نو فالو کردم سعی کردم باز یک درست تیر شد. استوری زیر ما جدا ریپلای میزدم دختر جواب نمیده. سلام بچه ها، خدا کنه که ایجار و صحتمند باشین دیگه. بچه ها خیلی هاشون میگفتین که تو قدلاحه چه رقم معرفی شدین دیگه. از ما میخوایم امروز می ویدیوی معرفی را برای شما آماده کنم و دیگه که میخوایم الوحه را اکسپرایز کنم. خیلی وقتم برای هدیه مجه چیز نگرفتیم دیگه. باز گفتیم امروز یک هدیه برایش بگیریم ببینیم واکنش از چیه دیگه. تا آخر برنامه خود از ما باشین دیگه. جیگرتون خدایا. بله هیچ کار نمیم. چیز کار نمیم ویدیو نمیگرم. ما در فیلم تاکنم. میخوای مدرک بگیری به یک نکیله کتاب ندارم. نه مدرک چی فیلم سگیده؟ چرا فیلم سگیده؟ کشکیستم در فیلم تاکنم. بچه ها موی ترقب کشکی آهنگ گوش میکنم مونده بخزن. خیلی ما بیا کشکی تاکنم. نه دیسک چرا پاس گرفتی تو؟ دیسم اوگار شده. ها؟ اوگار شده. چرا کم اوگار؟ تا درگاه خورده. بایرو؟ نه شده بالی میشه دنم تلو. لسکه؟ چی؟ ای چه قشنگ تشکر. خواهش منم. دیستی که اوگار شده؟ ما اوگار شده دیگه. شده دنم تنستم. نه دیگه اوگار نشده. این با چی مناسبت؟ ایجا تو مناسبت میخوایم اگه هدیه دیدو. نه خو خیره یعنی پلاستیک خلا؟ اوش چیز خاص نیه. خوصه؟ تو چلی خواست دستر سنبال خرستی کجا ریش دی؟ خود تو مگه نگفتی اردیم بور چکر؟ ما شوخی کردم. تو راستی باور نی؟ دیروز نرفته دی؟ آها مو خیلی وقتا اشتا چکر نرفته. او هر روز که رفته از خاطر کار بودم. نموز خاطر کار باشه دیگه. آدم که بیرون رفتی طرف اون چکر گفتم شد دیگه. نه یک آدم بدون دغدغه کار مرا یک چیز دیگه که انو مرا باشه کار یک چیز دیگه. آه بیا بیش دیگه.
نکن همش ویدیو زور میگیری بیا برو بیشتر من بیم نافکس کنجکاوی ای مار خیلی کنجکاوی شدم دیگه اصلا نجوردیم راستی ویدیو میگیره ویدیو رو یوتیوب میگیره دیگه باید تیاتکاری میگیره اگه باشه یوتیوب یوتیوب میگیره ما یک سلام علیکم من سلام علیکم نه اگه باشه یوتیوب میگیره خود خب عزیزا سلام خوبین جان چنجور بخیرین دیگه ما بخشی یوتیوب نمیگیره من میره خیره یک سلام کنم سلام نکنی آواز کسایی که پشت من نمیاد ایش سلام آقای که اوش که مطمئنیم خوردنی والا بارم شده بغلایش سخته ها یعنی 100% خوردنیه ها؟ خوردنی نمیشه چی رو کم خوردنیه؟ باز کسایی کنم ای فهمیدم دیگه واو یک خیلی قشنگه میفهمی؟ چطور؟ از این ما یعنی این یک از بهترین روزای زندگی ما بود اما روزی که مثلا اولین بار دیگه مستو یعنی با هم دیگه رسیدیم یعنی می عکس رو گرفتیم دیگه یعنی یک عکس خیلی با ارزشه خوش آمد؟ خیلی دیگه خیلی تشکر عزیزم مطمئن باشم خوشم ده یا نه از خاطر از ما بسرم نه با خدا یعنی خیلی خوشم ده با دیگه ما قلبیم دوب خوشم باشد دیگه چی رقم باشد بگم دوستا این عکس مثلا بخششون بگم که روزی که ما زیده هم دیگه رسیدیم این اولین دفعه که چیز بود دیستی هم دیگر گرفتیم یعنی عکس گرفتیم بعد از اون دیگه ما امروز رفتم بیرون این طرف کم به کارم داشتم باز آمدم یک دفعه لذیرم رسید گفتم باش یک رقم میره سپاس کنم بازی گفتم که رئیس آردیم بیرون موری حالا نوختم شده به نظرم نه؟ نوخت شده دیگه مقصد خیلی نوخت خیلی منتظر بودم نه بابا خیلی نوخت شده بیرون رفتن هم شد فهمیدی؟ میخواه خیره اگه نه میفهمی چی میشد خیلی هم دق میشد مگم گفتی چیه اما وقتی اینا رو دیدم دیگه خیره کن وقت دیگه بیرون بریم ما دیگه ما خیلی هم خوشحالیم اون خوردنی خبریم میخوایم برم سعی کنم خیلی برده چیزی هم یه از چیزایی که تو نموکری خب آها باور بود اتفاقا از چیزایی که قرآن پاشش هم بستر دیگه
بخش خوردنی بود دیگه ما دیگه بچه ها قسمی که دیدین برای شما از اول ویدیو گفتم میخوایم که امروز یک سپرایز کنیم الهه را. خدایش ما تانوز یعنی راستش بخششم بگم نه هدیه گرفته دادم برای کس نه تانوز هدیه دیدم دیگه همونطور دل از خود منجر آمد گفتم باش همین کار کنم و کنیش از این چیه که دیدیم اتفاقا بنده خودم خیلی خوشحال شد دیگه. برایش میخواستم بگم که موضوع فعلا کسته در کابلیم چند وقته که خودون شما میگنین در یوتیوب که موضوع فعالیت نداریم باز فاتی آقای مزی هست و کار منه موضوع کسته به خاطر که بنده خدا کم مریض بود از خاطر مریضی فعلا در کابلیم دیگه. انشالله که زودتر خوب شنه دعا کنیم دیگه برای از مو که پس بریم در خانه. خدایش مو منجی خیلی بخشتیم به خدا. ما به خدا خیلی هم خوشحال شدیم دیگه واقعا انتظار نداشتیم ما یک فقط شاخه گل را بسایی کردیم روش کدوم از اول یعنی خیلی خوشحال شدیم دیگه. ما این توفای دیگر هم دیگه واقعا تشکر دیگه. خیلی لطف داره دیگه مخصوصا این یکی زنگ زده میال وقت زنگ زده خدا که خیلی پسندتر بسم بزی یک زنگ بزنم دیگه. خب آلی او شیرینی ها رو کرده ما برم یک چای بلم چطور؟ صحیح برو چای بلو خیره باز بیا قصه منیم دیگه. چیزی میخوای بگی؟ چیزی خاصی در گفتن ندارم اما واقعا خیلی خوشحال کردیم امروز ما مهران با خدا ما دیگه چون اینجی تنهایی دیگه ما گفتم بیرون بریم اما از بیرون رفته دیگه یعنی زیادتر ما خوشحال کردیم. تشکر از این واقعا دیگه خواهش می‌کنم وظیفه من بهترینی قربان دیگه. واسه دیگه برو چای که بلو باز بیا چای بخوریم خیره. چند گفتنی دیگه داشتی گفتنی رو بگیم بازم بخوای گپ بزنیم؟ نه دیگه گپ نزنیم. پس ما باشیم چای بریم. قسمی برای گفته بودم دیگه که میخوایم امروز درباره معرفی از خود و الهه که موضوع چه رقم آشنا شدیم برایشون بگیم دیگه. چای هم آورده خود کم کم چای خم بخوریم دیگه همونطور میده قصه کنیم دیگه. داستان از این قرار بود که چه رقم شد تو اولین دفعه ما رو در کجا دیدی؟ اولین دفعه ما تو را بازار بجور در باید بازار اولین دفعه وش کردم. این رقم بود که ما امدادیم کابل چون ما دو وقت خیلی زیاد میمادم کابل تقریبا مثلا سر ارما میمادم ما رفتیم دیگه رقمی باز داخل کاستر بودیم دیگه چی بود از این چی که مرا کاستر مثلا مشخص نیه که وجود یا دست هنگ باشه باز این چی مشترک بود باز مسافرایی در وجود هم شد دیگه اونش سر چهارا پایین مونه دیگه. اولین دفعه ما منجی دیگه سر موتور بودی گوش کردیم دیگه تره سر موتور از ما خوش تمام خوبه دیگه. خب یعنی چی هم بگرفتی ها؟ خب تو اولین دفعه مرتک جوابش کردی؟ والا ما کس در اینستاگرامش کردم دیگه ما باور نمیکردیم که هم از ما خوشی باید و همچون قصه گفت دیگه خویی رو فالو کردیم یک چند دوستیه شد. اگر ما خود عادت ندارم مثلا زیاد نفر رو فالو کنم منم رفیقای خودم کسایی را که میشناسم و نمار فالو بازی که در جمع ناشناخته بود دیگه این رو فالو کردیم یک روز دو روز سه ما روز مورم سه فکر نمیدیم پس ایران فالو کردم من فالو کردم باز از نو فالو کردم سعی کردم بازی خبرش نه؟ یک درست تیر شد استوری زیر ما جدا ریپلای میزدیم دختر جواب نمیده آخر یک روز رفتم یه رو دشت پایم دادم یکی رقم نمیشه والا گفتم ما تو فالو تو چطور ما رو فالو بک نمیدیم همونطور داستان تیر شد دیگه چند روز دیگه همونطور و چند روز تیر شد دیگه بالاخره دلش رحم کرد فالو کرد همونطور سلام جوری بخیر کم به دیگه همین استوریا یک دیگه خرا چیز میگن زوزی قلب مال میدادی بعض استوریا را ریپلای میزدی دیگه
تا یک چند وقت تیر شد باز یک روز خیلی که یک دونه فیلم از ما رایی دیده خب سر موتور بودم فیلم گرفته لیدم موتور این از نزدیک گوش کردم ما از نزدیک گوش نکردم خدای چی یالی نوک چیز بود از نزدیک گوش نکردم یه داخل کاسرر بود دادم ما سر چهارراه منتظر رفیق مفیق بودم چی رقم گپ بوده دیگه از ما فیلم گرفته در ما رایدم موتور از نزدیک گوشتم ما اصلا جایش بلد نبودیم که از کجا هستم ما از کجا رو میتره و بتره خب اما تراب کم به با نشانه هم کرد دیگه کره موتور می نقشم که یه رقم ما کم کنجپا هم بودم باز ما یه ریت ندیده بودیم دیگه گفتم خواسته اما تقرا دیگه گذشت روزها گذشت دیگه نه که از اونجایی سعی کردم که نفر دختر فیلم و ما هم خیره ما میخوایم باشه همچنین گفت دیگه بعد از آردیم در تفاهم رسیدیم رفتیم خانهشی گپ زدیم مادر پدر رو بردیم دیگه همونه قسمت بود خب دیگه مادر پدرم که میدید دیست از مرد دیست یک دیگه داد خوشبخت چنین یک چند دعای خیرم بخشه از مو کرد دیگه اینو میخوام گپ بود دیگه از او بچم دیگه رو خود بنجیم میگرمه ما بعد از 6 ماه 7 ماه آردیم بالاخره یک دیگه رسیدیم به چندی تاریخ؟ نه 14 فبروری یعنی امروز آشقال باز از امو خاطر رو کسته خیلی امور کستم که آشقای واقعی که در روز ولنتاین در یک دیگه رسیدیم ما خود مثلا که تو بگیم ما تصمیم دازی کار داشتیم که نامزد شویم میگه پا نه چون خدای شرایطی نبود ما چند سال تقریبا یک 7 سال یا 8 سال در ایران بودم بعد از 8 سال که آمدم اینجا در خانه لاله ریزه ما برای زو عروسی کردیم امادیم او گفت که رفیق کنار کسته تو از ما کلانتری یگان تا را پیدا کو راه از ما ریلک یه بجیله نیشن گفت راه از ما ریلک همین تو خوب روز کندر در روی میگفت دیگه گفت یا بگر یا بل ما بگیم سنزی سعی کردم باز دو خدا رو شکر کاروبار داره مثلا کاسی بعد بازار کار داره دیگه میتونه مثلا زندگی پیش ببره باز ما که سعی کردم نظر دیگه پا و دیگه ازی باز ما کتم خیره این دفعه کسته تو از ما فرض که مثلا کلانتر برد تو بگر دیگه ما خانه هم نو جور کده بودیم از خاطر از او چندان وضعیت مالی خوب نبود باز از او خاطر دیگه او برای از او زمین گرفتیم عروسی که از خدا رو شکر نال یک تنه دختر داره باز نوبت از من رسید دیگه آقای من وقت که میمد به خانه ها بشه تو یگان تا پیدا نکده زن بگرد مردم کلان مارتانه میده که مثلا در بچه رزق گرفته بچه کچه چی مشکل داره که برای زمین تو دیگه همون قسمت بود ما از این ماشنا شده بودیم بعد از چند وقت که یعنی دختر زیاد بود که ما بگم نه نبود مثلا آقای مفیوار پیشنهاد میداد باز ما خو یعنی یک دور زمانش تا که دو نفر هم دیگر قبول نکنه باز نمیشه نه باز دو نفرای کو پیشنهاد میداد در دل از ما نمیشه تا آخر هم یک روز از بازار که ما خیلی مصابش خراب بود دیگه گفت اصلا تو مرد نیستی آنه من خمگه بود که امید اصاب از ما خراب کرد گفت اگه مردی بگی که ما برای تو بگیرم ما برایش توضیح دادم گفتم آقا اینا ما هیچ کار دهیدی بلد نیم ما که زن بگیرم مثلا 1 سال اگه دهیدی باشم 2-3 سال دیگه باید بریم یک طرف کار کنم کار ندارم 2 سال بر کار کنم مقصد زن بگیرم مجبور مکلف باید زن بگیرم باز خب ما خمرازی گپ زدم دیگه بالاخره آوردیم در تفاهم رسیدیم گفت بیا خیره خونیزم بیا خانهش هم بلد نبودیم تو رفتیم یک رقمی پیدا کردیم باز گپ زد دیگه پدر مادرم در تفاهم رسید باز مو از روز انتخاب کردی که چی روزشونه دیگه اتفاقا مو زمان شانسی ولنتاین نزدیک بود باز تاریخ هم میشد که در روز ولنتاین شدیم تو چیز گفتنی نداری شرایط رو نمیگی؟ برای تو شرایط چه رقم بود؟ شرایط خب یک شرایطی بود یک شرایطی که مثلا یعنی ما خودمون مثلا در اون وقتی که قرار بود اینمون نامزد کردیم
دو وقت ما خودم نمیخواستم، یعنی او وقت ما گفتم که باید مثلا وقتی نبود که باید نامزد کنم، اما بعض شرایط ها پیش آمد که نشد دیگه. یعنی وقتی تو گفتی دیگه ما گفتم سعی دیگه، یعنی نامزد کنم خیره. آره دیگه خوش داریم. تو کمی اسپیش من نپریده میری. آره دیگه خب اینو میترگم شد دیگه. گفتم خیره یک وقت که خوش داریم، مثلا حتی اگه شرایط آلی خراب باشه بس کم 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 با هم دیگه زندگی خرج جور منیم دیگه. انشالله. دیگه از این رقم بود دیگه. خیلیشون گفتادیم که داستان آشنایی رو بگن دیگه. این رقم بود. شما مگه سوال داشتین میتونید در بخش کامنت ها پرسان کنید دیگه. تشکر که تاییدم از برنامه. دیگه ما در لالایگون که گفتنی دارم فهمیدی همیشه یک نفر که خوش داشتین برین فالو کردن فالو کردن استوریاش را زیاد قلب بدید، ویدیوهاش را قلب بدید، کامنت بدید گذاشتید. اما رقم یک 3-4 دفعه فالو کردی، یک 2-3 دفعه ویدیوهاش زیاد کامنت بدین قلب مرد. البته ما نکردم رقم که مثلا ما بریم مار ویدیوهاش قلب و لایک چیزا کنم، ولی همین فالو ما خوب بلدم. فالو کردین دیگه. اون رقمی قرار نفر دل شروع میشه. استوریاش را میشه قلب بدین دیگه، ویدیوهاش را قدر لایک کامنت فقط میفهمین قلب بدین دیگه چیزی. یعنی قلب که دادین یا کس در قلب خیلی راضی میشه. دیگه انشالله که از ما حمایت کنین. ما چند وقت همینجا هستیم تا دوباره برگردیم بریم در خانه. از بعد پس همون مثل سابق ویدیوهای هزارگی برایشون جور منیم دیگه. تا ما اختار که همینجا هستیم من کم کم بلاک های روزانه از طرف جور منیم. بس تا یک چند وقت بعد شاید محمود لالیز من بایم. محمود رم که خیلی هاشون میدخشیم دیگه، رفیق شکار از ما دیگه. محمود که باید از بعد باز بخیر همونطور یک روز در میان و 2 روز در میان مون بخشش میگه کنه ویدیو جور دیگه. تازه وقتا کسته فاتی آقای مو ویدیو جور برایشون فاتی آقای حمایت کن دیگه. قربان پاکشون دیگه. شما رو مسپارم در خدای بزرگ دیگه. خدا تا ویدیوی بعدی.